سلام آقای رنگی، حالتون چطوره؟ امیدوارم که روز خیلی خوبی رو داشته بوده باشین. خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون نواسید. خب بچه‌ها، موضوع ویدیو امروزمون چیه؟ 3 سال پیش من و فرید یه چنل یوتیوب درست کردیم به اسم 86 بکس که 15 16 تا ویدیو توش آپلود کردیم. حالا الان می‌خوایم توی این ویدیو نسبت به اون ویدیو گذشته‌مون ریاکت بدیم که قراره خیلی فان و باحال باشه. پس تا آخر ویدیو همراهمون باشین. گوش میسوزونه آدمو به خدا. قیافه من وایسا سرباز بودیم، جانباز بودیم. سلام رفقا، خیلی خوش اومدین به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون 86 بکس. توی این ویدیو ترانات لف یا همون سایکو نخندی داریم و هر کی که بخنده یه مجازات داره. وای 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 یه مجازات خیلی بد. مثل من تو چی بالای فرمون بلدم عزیزم بگو ببینم تو گیجی های مثل من تو چی بالای مثل من تو چی بالای پول بلدم یه چی نمونده. تخم مرغ که مونده. برو بابا، تخم مرغ هنوز مونده. منو مجازات میکنی ها؟ خب یادش بخیر. هر آماده بودی بگو بزن بابا، بزن سریع بزن. وایسا این نری یه جوری بزن، نری رو اینا. عجب داستانی داریم. آروم سر تو بیا جلوتر بس. بابا چیکار میکنی؟ تو قرقه عیدو دادی؟ بابا عید وای سرم آفز میکنم میزنم میشکنه، رنگش میکنم. وای چقدر صفر بود. من برم بس یه دونه سالم میگیرم، اینجوری نمیشه. خب تخم مرغ آوردم بچه‌ها. آماده هستی همین جان؟ آروم بزن. ببین الان مطمئنی. آروم ولی آهسته. این الان مطمئنی تخم مرغ آبپز نیست دیگه. نه این اوکی. من سرم هنوز زرد من اصلا حواسم. آروم ولی آهسته. وایسا آروم بزن. ماش خودش مجازات کرد. وای بابا یخمون توه. یخم تو لباسش. وای شلوارم گند زده شد توش. می‌خواستم ببرم اونجا. خدا لعنتت کنه، نخند دیگه. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از چنل خودتون یعنی 86 بکس. توی این ویدیو براتون یه سری از سوتی‌های خفن و باحال استاد جواد خیابانی که خودم شخصا خیلی براشون احترام قائلم رو آماده کردم که فکر کنم جای ندیده باشید. کمتر جای دیده باشید. حتما تا آخر این ویدیو همراه من باشید که با هم میخوایم کلی بخندیم و لذت ببریم. پس برو بریم. یه برنامه از شبکه رای ایتالیا میده به نام کوئل دکالچ. این برنامه رو من همیشه یک شنبه شب بیشتر نگاه میکنم. آره همسایه دیگه. آره همسایه دیگه. نه غذایش که با ماهواره همسایه دیگه. خیلی جالبی. تلخترین پیروزی یوونتوس در طی سالهای اخیر معلومه داره فیلم بازی میکنه، با چشماش داره همیچی میپاد که یه وقت داور نبیندش و چقدر باحال. بعدی هم از 51968 تا 103935. خب تبریز در سال 2018 به عنوان پایتخت فرهنگی جهان اسلام معرفی شده و این خیلی میتونه کمک بکنه به وضعیت توریست، وضعیت گردشگری در کشور. امیدوارم که تبریز 2018 زبان زد همه هموطنان ما باشه، چون برای ایران خوبه این وضعیت 2018. قربان از 51000 به بالا باید بفرمایید. اما تیم پرسپولیس به عنوان میزبان این مسابقه بوژیدا رادوشوویچ رو به عنوان دروازه‌بان در ترکیب داره. مسیحا بازی رو توپو پرتاب خواهند کرد. سوفیانی بازی رو دوباره شروع کرد. فرصت برای یاران مصر. سه جلال میاد تا در دفاع شروع کنه در واقع دفاع خودش رو. در دفاع حمله کنه. دروازه فرصت هست.
و توپ بیرون رفته توپ دروازه‌بان گرفت. معذرت میخوام توپ در اختیار دروازه‌بان سلام رفقا، سال نوتون مبارک باشه. خوش اومدید به اولین ویدیو سال 1300. یه توضیح کوتاه راجع به 86 بکس بهتون بدم. من و فرید قرار بود که از اول ویدیوها رو با هم دیگه بسازیم، ولی به خاطر اینکه فریدم سربازی دیگه این اتفاق نیفتاد. و زمانی که فرید از مرخصی میاد میتونیم این ویدیو رو با هم بسازیم. توی این ویدیو قراره یه سری دوربین مخفیه فانو باحال ببینیم و کلی حال کنیم. کجا میخوای بذاری؟ فرشته کیه لجن؟ بگو رایانک مالشی. سلام بچه‌ها، خیلی خوش اومدید به کانال خودتون 86 بکس. امروز براتون کلی تیک تاک فان و باحال ایرانی آماده کردم تا با هم ببینیم و بخندیم. برو بریم. الله اکبر بلند زیر گاز خاموش کن. الله اکبر الله اکبر متوسط. آینه به خاله سوره زمزه بو قصه قوری کشی این هفته رو بده. الله اکبر چقدر الله اکبر. مرگ بر اسرائیل، مرگ بر فلسطین. آخ نه جان ولایت فقیه. خانم مدیر، پسر من مریض امروز نمیتونه بیاد سر جلسه امتحان. ببخشید شما؟ من بابامم دیگه. ما فرنگستان داریم واژگان فارسی به جای بعضی از کلمات انگلیسی فارسی میذاره. مثلا گفتم آقا کامپیوتر نگید بگید رایانه. از وقتی هم که 20 صاحب یارانه اومده دوتا رو قاطی میکنیم، نمیدونیم کدومو بخریم کدومو بریم صف واسیم بگیریم. بعد گفتم به جای آسانسور بگید بالابر. مگه تو ایران فقط بالا رو با میریم بعد بپری؟ بعد گفتن کراوات نگین بگین دراز آویز زینتی. وقتی که این اسم اومد من نه میخرم نه میبندم، آدم احساس میکنه فوش بسته. بعد گفتن به جای اتوبوس بگید خودروی بزرگ دست جمعی. خب من تو بگم رفته 20 ساعت. خب اتوبوس ورد با میسه، حالا بگو خودروی بزرگ دست جمعی رفت تو آزادی رفت انقلاب. بعد گفتم به جای سلفی بگید خیش انداز. مگه با عمر خیام میخوام عکس بگیرم؟ استاد خیش اندازی بیافکنیم همراه با اشتر. ولی شاکار همشون تبلته رایانک مالشی. این همه ما رفتیم توی مهمونی فامیلی ظرف شستیم، هیچ کدومشون نیومدن بگن ما تو واسه پسرمون میخوایم بگیریم. توف تو اون نسبت فامیلی که بخواد اینجوری پیش بره. تو فامیلی تا 100 تا دشمن بدتری. من خودم رو جر دادم تو منو ببینی. ندیدی؟ کی بر اینجا؟ دختری کیه؟ حالا بیا درست بشی. چالش مامانم داره میره بیرون، میتونه بیاد؟ آره. سلام دوستان، من حمید هستم. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون 86 بکس. امروز یه چالش خیلی باحال دارم براتون. توی این چالش قراره که شما وقتی که پدرتون، مادرتون، همسرتون از خونه میره بیرون زنگ بزنید به این نفر و بگید که خونه خالیه بدو بیا. و بعدش قراره که ریاکشن اون طرفو با هم دیگه ببینیم که خیلی قراره فان و باحال باشه. برو بریم که ویدیو رو ببینیم. 5 minutes later. بریم. نریم. من باید البته اینجا بمونم، نباید میرفتم. برو بریم. مامانش آره زنشه. باید زود خودتو برسون تا نیم ساعت دیگه بیا. فقط بچه‌م خونه است، پسرم خونه است. با سام دارم صحبت میکنم. گفتی زنم داره خونه میره بیرون، با سام حرف میزدی؟ آره گفتم مامان داره میره بیرون. چرا زر میزنی؟ چه گویی میخوری من از خونه میرم بیرون؟ داستان من سیرم چیز نمیخورم. با سام داشتم صحبت میکردم. خفش و زر گفت نزن. تو لیاقت منو نداری. خجالت بکش. از رو برو. آره یه ساعت میگم. بابا میرسه که دنبالشون میکنه. آره میره. مامانم اصلا تنها بیا. با کی حرف میزنی؟ چی بابا؟ با کی حرف میزنی؟ مامانش شنید. آره.
چی میگه؟ ما نیستیم؟ ما هیچ قبرستونی نمیریم. هستیم اینجا ایمامه. شدی مثل بابا؟ باشه بابا. بابای آمارش خرابه. ببینم کیه من یه پشت. سلام دوستان، من حمید هستم. خیلی خوش اومدید به چنل خودتون. 86 بکس. امروز کلی سوتی خفن و با حال صدا سیما رو براتون آماده کردم که با هم بشینیم و فقط بخندیم. پس بدون معطلی برو بریم. ما سرزمین نبودیم رو چی حساب ما رو گرفتن الان؟ شما اعتیاد داری یا نه؟ اون موقع یک بنگی میکشیم رو چی حساب الان ما رو گرفتن؟ به حضور مبارکت ببین شما وسط 100 متری نبودیم سرزمین نبودیم برش چی؟ سرنوشت خودمونه. یه وقت یه جایی بخوایم اشتباه کنیم. چی میگی تو؟ این شکلی داماد شماست؟ بله استاد. هر چی بگی دیگه درسته دیگه، چون داماد شماست. هر چی هست من میگم. خیلی خوب، این داماد شما بوده، یعنی دختر شما رو. بله خبرگزاری رویترز خبر داد بورس آمریکا در خطر ورشکستگی قرار دارد. به گزارش این خبرگزاری علی نمیتونه. بعدی آخرین تلاش‌های صدا سیما برای جذب مخاطب برعکسی آنیما. برعکسی معلومه آقا صدا خوب نیست. آنیما من به شرکت بعدی برعکس گذاشتیم تو رو با دگرم. وای به حال دگر. گذاشتیم تو رو با دگرم. وای به حال دگرم. وای بچه نکنیم تو کامون کشو بوی هم میده. سلام بچه ها، خیلی خوش اومدید به یه ویدیو دیگه از کانال 86 بکس. من حمید هستم و منم محمدین هستم. امروز یه ویدیوی متفاوت آوردیم براتون و قراره که مامان بشی. فقط قبل اینکه بریم ویدیو رو ببینیم یادتون نره که چنل رو سابسکرایب کنید، ویدیو لایک کنید و اون زنگوله بغلش هم یادتون نره. برو بریم. پسر خاله محبتی. خب منوی بازی خیلی توم چالش انتخاب کنیم. چالش اول نمیشد اینو بازی می‌کردی. پلی. آماده ای؟ بچه شبیه بچه شیطان بود. خب ما مامان شدیم بالاخره. و چی کار کنم؟ خب بودو بریم. پستونک میخواد. پستونک کجاست؟ نیدیش؟ پستونک اینجاست. بودو. چی شد؟ برو سجاد. بودو زامبیه. بابا بلم کن. وای بچه انداختیم تو کاما تو کشو. بردا پود تمیز کن. چی بود؟ چی میگی؟ تمیز کن. بودو بذار سر جاش. سامان دمتون گرم که این ویدیو رو تا آخر نگاه کردین. خیلی دوستتون دارم. امیدوارم که این ویدیو لذت برده باشین. فقط یادتون نره که حتما ویدیو رو لایک کنید و برامون کامنت انگلیسی بذارید که حسابتون نپره. مرسی نوها گنگ که بهمون انرژی میدین. مواظب خودتون باشین تا یه ویدیو دیگه. پیس.